بسم الله الرحمن الرحیم. حلول سال 1396 هجری خورشیدی را برای هموطنان خود تبریک عرض می‌نمایم. چی با سواد و چی بی سواد. و از خداوند جل شانو می‌خواهیم که این سال بهترین سال زندگیتان باشد. یک سال پر انتحار و یک سال کم انفجار را شما می‌خواهید. تمام مسئولیت ها بدون شما و جناب دکتر سیب عبدالله و استاد محقق است. اگر امنیتتان نگرفتیم سر نام ما کشمیش بانیم، سر نام ما کشمیش بانین و نو بکشیم. تمام اهداف ما اعتدال، برابری، تحول و تداوم است. تنها خواسته ما از شما است سر ما اعتماد کنین. باز وقت خواد فهمیدین که ما شما را چطور پارچه پارچه و قطع میکنیم. سال خوب، سال پربرکه و سال پر انتحار را داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.